Jungle Music. Let's do some story. بد حالم منو سربازم کرد، سربازم زد تا اینکه مغزا در رفت. دستا دستبند ایران زندان رسمن، جرکن جووناش دوره پس رفتی با در بنده روابط که چرنده عوض تو عوض عشقا یک سر از با پایین تر بالا شهر باختن میشه برنده پایین تر خودش تو زیر زمین میشه جنگ فرار میشه حل مشکلات بعد فرار یه اسم میشه زخم پشت پای. اینا تصویرهای ذهنمه از ذهن یک بیننده، گاهی وحشی گاهی گریه گاهی هم یه خنده، گاهی خوب گاهی بد گاهی نقاشی میکرد یه تصویر از آزادی تو هرج و مرج پاسداری جنگ 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 در راهی مرگ. امامه برنده این یه مزمن زننده، منو ببین تو گرد و خاک پاهات، من هیچی نیستم اما تو جنگ با خدا. تو اون جنگای صلیبی شمشیرم قلم شد، درسیدن عوض شد این دفعه تو یکی طرف شدی. حرف زدن ساده است، ببین یه مملکت اسم بادن، یه مملکت خوابن آجی با کلی پادن. اونا پولدار شدن با باورامون، چوب خوش بودیم براشون از خواهرامون. من پاشیدم تو قانوناشون بذر چرک و همش، من خاریم تو چشم صاحبای دین و ادب. اونا ساختن من، اونا گفتن ضد دینتم جوری داشتن هدف. قصه دراز این شب سرتو در میارم تو این تکس لعنتی که نتونی بخوابی شب و راحت تر از بعد از تو آشغالونید بگردی و بگی مرگ بردین بشی سرسنگین تو اجتماعی عوضی. دیگه وقتی نمونده برا استراحت، چشاتو واکن آخه تا که ما سبز و بنفش و کلید قانونش جنایت. چشاتو واکن پیشرفت دراش امامت، بگو خفشم بگو فقط یه نیمه شب، بگو اشتباهات خوب بزا دیدشن، بگو نجات بده بگو تو ریزشن، بگو پرواز بکن تو نیمه شب. ببینین میشه اون داستان تکراری که هر روز تو فکرشی بعد صبحایی که هنوز کلنجار میره توی مخه سر پستت تو اجتماعت میگه سازگار باش. میخوان حوصلت و سر ببرن یکم، میخوان رفیق اون تنهاییات بشن. به در میگفت دیوار بشنود با رنگ مشکی دیوارات تصیب پذیرترن. اینا رو من میگم نه خوبه نه بد، کسی نمیدونه خوب چیه چی بد چیه، کسی نمیدونه سخت بوده سخت بزد ولی بازم برات میمونه فرق نه. Radio Student No G. Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yo, after party man. RS yo, come on. Mladi reper z umetniškim imenom Nađi se je znašel v slovenski prestolnici, potem ko je s svojimi družbeno-kritičnimi pesmimi stopil na žulj politikom v rodnem Iranu in bil prisiljen bežati. V Ljubljani najraje počne, kar je počel že doma, repa in sklada nove komade, s katerimi še vedno navdušuje 100.000 iranskih fanov. Po nekaj mesečnem bivanju v Sloveniji je Nađi postal tudi prepoznavni obraz domače hip-hop scene, sodeluje z lokalnimi reperji in producenti ter vnaša svoj edinstveni glas. Potem, ko ga lahko vidite 12. novembra v soboto v Rogu v novem placu Second Home, se Nađi oglasil v torek 15. novembra okoli 10. zjutraj na afterpartiju Radia Študent.